یه موقعی هستش یه وقتی ماشینت رو روشن میکنی و میخوای کرجت کنی، آمپر خودرو به صورت غیرعادی میره بالا. اینو یاد از چی میتونه باشه؟ در فصل سرما چون یخبندان هستش، اون برق و بارون و به اصطلاح آبی که به سپر خودرو پاشیده شده باعث میشه که پرده فن خنک کننده یخ بزنه و در موعد مقرر باز نکنه. این باعث میشه که موتور خودرو داغ کنه و به اصطلاح موجب صدمات زیادی در خودرو بشه اگه حواست نباشه. همونطور که گفتم سپر و به اصطلاح بقیه متعلقات یخ زده. خب چیکار باید بکنی در این حالت؟ باید یه چیز نازک مانند یک سیخی به اصطلاح یک میله‌ای بیاری و فن رو به اصطلاح بچرخونید تا باز بشه و فیوز فن رو بازدید کنی تا نسوزه. یعنی به اصطلاح در اون موقع که گیر کرده فیوز میسوزه و باید فیوز دیگه ای رو جای فیوز فن جایگذاری کنی.